سلام علیکم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. به کانال انگلیسی شگفت انگیز خیلی خوش اومدین. امروز قراره با هم به بخش سوم از سفر هیجان انگیز ما بپردازیم. در این قسمت قراره به داخل هواپیما بپردازیم که با لغت و عبارت هایی که داخل هواپیما مرتبطه یاد میگیریم امروز. پس در ادامه ویدیو با ما باشین. Let's go. کلمات کاربردی: سیت بلت، کمربند ایمنی. سیت بلت، کمربند ایمنی. با من تکرار کن: سیت بلت، کمربند ایمنی. هدفونز، هدفون، هدفونز، هدفون. میل، وعده غذایی. میل، وعده غذایی. شما بگین: میل، وعده غذایی. میل، وعده غذایی. destination، مقصد. destination، مقصد. شما بگین: destination، مقصد. بگین دوباره: destination، مقصد. travel، سفر. travel، سفر. شما بگین: travel، سفر. یه بار دیگه: travel، سفر. جملات کاربردی و مهم: Could I have some water please? Could I have some water please? Could I have some water please? ممکن است کمی آب بگیرم؟ Could I have some water please? ممکن است کمی آب بگیرم؟ شما بگین: Could I have some water please? ممکن است کمی آب بگیرم؟ What meals do you have? چه غذاهایی دارین؟ What meals do you have? What meals do you have? چه غذاهایی دارین؟ What meals do you have? چه غذاهایی دارین؟ شما بگین: What meals do you have? چه غذاهایی دارین؟ Can I get another blanket? میتونم یه پتوی دیگر بگیرم؟ Can I get another blanket? Can I get another blanket? میتوانم یک پتوی دیگر بگیرم؟ Excuse me, my seat belt is stuck. ببخشین، کمربندم گیر کرده است. Excuse me, my seat belt is stuck. Excuse me, my seat belt is stuck. ببخشید، کمربندم گیر کرده است. شما بگین: یه بار دیگه با من تکرار کنید. Excuse me, my seat belt is stuck. ببخشید، کمربندم گیر کرده است. Are you traveling for business or pleasure? برای کار سفر میکنید یا تفریح؟ Are you traveling for business or pleasure? برای کار سفر میکنید یا تفریح؟ شما بگین: Are you traveling for business or pleasure? برای کار سفر میکنید یا تفریح؟ Is this your first time visiting the city? اولین بارتان است که به این شهر میایید؟ Is this your first time visiting this city? Is this your first time
visiting this city. اولین بارتان است که به این شهر می آیید. حالا شما بگین. اولین بارتان است که به این شهر می آیید. I feel a bit sick. Do you have any medicine? حالم کمی بد است. دارویی دارید؟ I feel a bit sick. یا sick. Do you have any medicine? I feel a bit sick. Do you have any medicine? حالم کمی بد است. دارویی دارید؟ شما بگین. I feel a bit sick. Do you have any medicine? حالم کمی بد است. دارویی دارید؟ مشکلات احتمالی که احتمال داره برای ما هم پیش بیاد. I think my suitcase was lost. فکر میکنم چمدانم گم شده است. I think my suitcase was lost. فکر میکنم چمدانم گم شده است. I think my suitcase was lost. فکر میکنم چمدانم گم شده است. شما بگین. فکر میکنم چمدانم گم شده است. یه بار دیگه با من تکرار کن. I think my suitcase was lost. فکر میکنم چمدانم گم شده است. Where can I file a lost luggage report? کجا میتوانم گزارش چمدان گم شده را بدهم؟ Where can I file a lost luggage report? Where can I file a lost luggage report? کجا میتوانم گزارش چمدان گم شده را بدهم؟ شما بگین. Where can I file a lost luggage report? کجا میتوانم گزارش چمدان گم شده را بدهم؟ حالا بیاین اونایی که یاد گرفتیم و دوباره با هم تکرار کنیم. سیت بل، کمربند ایمنی. هدفونز، هدفون. میل، وعده غذایی. تراول، سفر. destination، مقصد. could I have some water please؟ ممکن است کمی آب بگیرم؟ what meals do you have؟ چه غذاهایی دارید؟ can I get another blanket؟ می توانم یه پتوی دیگر بگیرم؟ excuse me my seat belt is stuck. ببخشید کمربندم گیر کرده است. Are you traveling for business or pleasure؟ برای کار سفر می کنید یا تفریح؟ Is this your first time visiting this city؟ اولین بارتان است که به این شهر می آیید؟ I feel a bit sick. Do you have any medicine؟ حالم کمی بد است. دارویی دارید؟ I think my suitcase was lost. فکر می کنم چمدانم گم شده است. Where can I file a lost luggage report؟ کجا می توانم گزارش چمدان گم شده را بدهم؟ حالا شما کدوم قسمت از این سفر رو دوست داشتین؟ حتما برام بنویسین. اگه قسمت های قبلی رو ندیدین حتما قسمت های قبلی رو هم ببینید که شروع سفر بود و در فرودگاه بود. این قسمت فقط در هواپیما بود. هر نظری، هر پیشنهادی دارین در قسمت کامنت ها برام بنویسین و کجا دوست داشتین.
لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. و اینکه گود بای.